حتی پیامبرم اولین بار برای مادر گفتم بود 3 بار و چخیلی که میگم پدر گوشه فراموشی رفتگی های چون که پدر فقط برای خونه کار میکنه و مهره که بسیار فرزند بگیم با اون مهر میکنه این مادر های و پدر کار میکنه و مادر که مهر فقط در فرزند میده برای همین بسیارتر پسر مادر را دوست میداره نه که قهرمان اساسی آیات همه براره ایجا با همش یک چیز دیگه میگم برای همه این جوانا وقتی که پدر و مادر دومته وقتی که همین دو فرشته دومته با که کسی چیزی میگه گوش نکنه چون که به هیچ زیر کدومی مادرون های در قلب منی این آرزوی آخر است گویم بهش در زیر پای